مو اینجوری بهم میاد یا نه؟ ولی یقه اینجوری مطمئنا بهم نمیاد. ما برای بار سوم تصمیم گرفتیم بریم ماهیگیری. 2 بار قبلی حتی یه ماهی هم نگرفتیم. اما این بار گفتیم بریم سد کرج و ببینیم بالاخره شانس با ما هست یا نه. خب سد کرج یه خورده نزدیکتر بود، حجم آبش هم بیشتر بود. خب امروز جلسه سوم که اومدیم ماهیگیری. میگن تاس نشه بازی نشه. این دفعه اومدیم کجا؟ جاده چالوس. از تهران حرکت کردیم به سمت کرج و بعدش وارد جاده چالوس شدیم. حدوداً 45 دقیقه توی راه بودیم تا برسیم به نزدیکی سد. قبل از اینکه برسیم به سد توی جاده چالوس یه توقف مهم داشتیم. ماهیا خیسیدن به خودشون. ماهیا همه بار سفر رو بستن و دارن میدونن که امشب باید سر سفره باشن. الرحمنشون بلند شده. امشبی را شه بی سر حرمش مهمان است، صبح فردا بدنش زیر سم اسبان است. مکن ای صبح طلوع. بریم ببینیم امروز چی کار میکنیم. قوی اومدیم. اینجا جاده چالوس. یه پیتزا خوردیم. دست شما درد نکنه. یه خورده خرید کردیم، یه سری تجهیزات گرفتیم. مهمترین قسمت سفر تهیه تنباکو از زغال. تا اونجایی که من میرسم اینطور گفتی لوازم مهم فقط لوازم قلیون بود. اون یکی چیه داد؟ بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. از تو ماهیگیر در نمیاد. و دوباره راه افتادیم. یه مشکل بزرگی که سفر قبلی داشتیم این بود که ماشینه انقدر تابلو بود هر جا باش میرفتیم اون گیر میدادن. فکر می‌کردم مثلا ما اومدیم الان طبیعت رو بهتر کنیم اینا. واسه همین امروز تصمیم گرفتیم مثل 2 تا کارمند دولت با سمند بیایم. تمام وسایل‌ها رو گذاشتیم پشت، با سمند اومدیم بریم ماهیگیری. من که همون لباس قبلی رو پوشیدم، هم خنک بود، یه دونه کاپشن هم اضافی آوردم که راحت باشم. ریاکشن مردم نسبت دوربین وقتی دستت میبینن یه جیغ میکشن، یه عربده میکشن. آقا این جاده چالوس که پشت سر منه در سال 1312 شروع کردن به ساختش، سال 1315 تموم شد ساختش. حالا کاری به داستان تونل کندوان نداریم. 2 سال هم مثل که 3 سال هم تونل کندوان طول کشید ساختنش. اینا فقط 8 سال طول کشید گشادش کنن. جاده تهران شمال هم از سال 1357 دارن میسازن، هنوز تمام نشده. اون تو 3 سال کلش رو ساخت. تازه با چی؟ با بیل و کلنگ، هیچی، بدون هیچ تجهیزاتی. قبل از اینکه مستقیم بریم کنار آب از چند نفر از محلیای اونجا پرسیدیم کجا بریم برای ماهیگیری بهتره. اونا هم چند تا جا به ما معرفی کردن. آقا صادق گفت ماهیگیری اینا بلدی؟ گفتم تا حدودی ما. گفت اینجا رودخونه‌اش قزل داره ولی خب باید خیلی ماهیگیر باشی بگیری. گفتم صد چی؟ گفت صد هم چند مدل ماهی داره. آره حالا الان برم ازش یه خود چند سوال دیگه بکنم بیا. تو مسیر رفت درباره جاده چالوس صحبت کردیم. یکی از جالب‌ترین قسمت‌های این جاده تونل کندوانه که سالها پیش ساخته شده. اهالی روستای کندوان و رضا شاه میاره که چون که تبحر داشتن تو کندن کوه و مثلا تونل زدن و اینا، میاره که این تونل توی جاده چالوس رو اونا بکنن. در صورتی که کوههای اونجا آهکی بوده، اینا راحت میتونستن با تیشه بزنن بکنن، ولی کوههای اینجا سنگ سختی داشته، ولی به هر حال بازم میکنن. آره اهالی روستای کندوان تبریز این تونل رو حفر کردن، برای همین اسمش کندوانه. اون قزل‌آلای زنده که نوشته بود اینجا سیاری و آکواریوم گذاشته و یه پرورش کوچیکی میده. ببینم تو هم داری به همون چیزی فکر می‌کنی که من فکر می‌کنم؟ نه آقا میگیریم، داریم میریم که بگیریم. ولی این به قول ترکا آلترناتیو هم داریم که اگه یه موقع نگرفتیم حالا بعد بریم ولی میگیریم. از گرفتنش دیگه باید فیلم بگیریم. من آوردم، یخ آوردم، ماهی رو تازه من مشمع و این چیزا آوردم. خب کنار تونل شماره 4 اینجا پارک کردیم، میخوایم بریم پایین دم آب. وقتی ماشین رو پارک کردیم داشتیم میرفتیم سمت آب، یه صحنه جالب دیدیم. بله، یه پسر و دختر خیلی عاشقانه کنار سد البته نشسته بودن. سلام علیکم. سلام سلام. داداش فقط هوا تاریک شدنی نمونید، مأمور میاد نشسته. مأمور محیطبان یا نیرو انتظامی؟ نمیذاره بشینید، شب تاریک میشه. دمت گرم. کاری نداریم که تو پسرم گیر. ماشین تو ببینه میاد بالا. ما چون زیاد میایم اینجا بهت گفتم. به چی گیر میده آخه؟ اینجا نشین. اینجا یه سری نفر اومده افتاده مرده تو سد از این راهه. شب میشه تاریک میشه دیگه نمیذارن کسی بشینه. آها، دمت گرم.
میگم که مثلا ماشین رو بذارم در مکانیک سکشن. ما رو که دیدن چی شد آساده؟ مصدق اوقات شدیم، همه چی برنامه ریخت به هم. خوب شد. نمیدونستیم از پشت می‌اومد. جلوگیری کردیم ازش. بعد از کمی راه رفتن رسیدیم به قسمت دنج کنار سد. بیا بریم اینجا، اومدیم روی بلندی. جای خیلی آرومی بود و تصمیم گرفتیم همینجا برای ماهیگیری بشینیم. اینجایی که میبینید با تهران 45 دقیقه فقط فرق داره، یعنی راه داره از تهران. خیلی باحاله. الان می‌بینی چی باید بگی؟ خدای من محمد دهنت سرویس محمد. اینجا رو ببین. این سمت اون جاده چالوسه و حالا سد الان در اواسط شهریور ماه 403 هستیم. آبش بدکی نیست، حالا به نسبت اون خطی که دارم میبینم، چون من خیلی از اینجا فاجعه تر و بدترش رو دیدم و این نقطه خیلی قشنگیه، خیلی آرامش داره. یه پله اینجا داره، میخوایم بریم پایین. اگه بتونم پله رو برم پایین و نور هم باشه فکر کنم اونجا جای قشنگی باشه. به امید روزی که اینجا مثل تفرج‌های قدیم، اسکی روی آب، نمیدونم قایق، یه چیز تفریحی باحال باشه که همه مردم بیان اینجا با خانواده توان مالیشو داشته باشن که بیان اینجا پول خرج کنن و عشق کنن. من فکر نمی‌کنم بعد از انقلاب پله‌ای زده باشن که مردم به واسطه اون پله برسن به یه جایی که ببین اینجا لب خیلی آب قشنگ باشه. بازم داره. انشالله از این به بعد ما توی برنامه میذاریم. دوربینم میندازم بگیر. حالا از اینجا دوباره مسیر آفرودی داریم. بریم پایین به نظرت؟ همینجا ادراق میکنیم. چه باحال این نور منعکس شد تو پشت سرمون. اون یه ساعتی میشینیم، آفتاب که کامل رفت، یعنی نور که قطع شد دیگه میریم به سمت ماشین. اینم از برنامه امروزمون. کم کم فهمیدیم که مثل این که امروز هم قرار نیست ماهی بگیریم. برای همین تصمیم گرفتیم بیخیال ماهیگیری بشیم، فقط بشینیم کنار آب، از طبیعت لذت ببریم، یکم استراحت کنیم و مثل دفعه قبل یکم معاشرت بکنیم. من فکر کنم امروز دیگه ماهیگیری نرسیم و اینکه چون اصلا هیچ کس ما ندیدیم که اینجا قلاب بندازه و هیچی. جلسه سوم ماهیگیریمون هم فکر می‌کنم همینجا پایان رسید. فقط تحقیقاتی بود این جلسه. عملی نبود، تئوری بود. میتونیم اینجوری دفاع بکنیم که قلاب رو از تو کیفش در نیاوردیم که بنزیم تو آب نتونیم ماهی بگیریم. اومدیم و چیزی پیدا، یعنی مکان مناسب برای ماهیگیری پیدا نکردیم. تا جلسه چهارم ببینیم چی میشه. بریم ماهی بخریم به نظر من. دیگه مجبوریم خودمون رو قانع بکنیم دیگه. گاهی وقتا هدف سفر فقط گرفتن ماهی نیست. البته اینو نگیم چی بگیم، ما برای ماهیگیری اومده بودیم. این جاده چالوس یه آهنگ هم داره. ایوبی آهنگه برای خواب معصومانه عشق. همینه درسته؟ این آهنگ خوابم یا بیدارم تو با منی با من. این من آهنگ مال یه فیلم دیگه است. آها همینه دیگه. اسم فیلمش چی بود؟ همسفر خب. دیگه. میگه تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت امنیت. بازم یه حرف تکراری، همین که چند ساعت کنار آب بشینی و از طبیعت لذت ببری خودش تجربه خوبه. بله، ولی اگه چند تا ماهی هم گرفته باشی بیشتر حال میده. تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت امنیت. بله، و اینطوری شد که جلسه سوم ماهیگیری هم بدون ماهی تمام شد. فعلا رکورد ما شده 3 سفر و 0 ماهی.
ولی به نظر میاد جلسه 4 ماهیگیری خیلی زود تو راهه.